بنا به اطلاع صفحه فیسبوکی تئاتری به نام لاهوتی یکی از هنرمندان با سلیقه تئاتر و کینوی تاجیک شرali عبدالقیسف بنابر بیماری کرونا ویروس درگذشت. هنرپیشه خلقی تاجیکستان شرali عبدالقیسف در بیمارستان قریه بالا بستری شده در شعبه احیا قرار داشت. در مورد بیماری هنرمند اکتیور نیقدم شاهنظرف و ژورنالیست دلیر امام علی خبر داده بودند. شرali عبدالقیسف 15 اپریل سال 1951 در دهه دیرزود ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان در عائله خدمتچی تولد شده است. سال 1968 بعد ختم مکتب میانه رقم 8 دهه دیرزود به دانشکده پداگوژی به نام شفچنکو به فاکولته صنعت به شعبه اکتیوری تئاتر دراما و کینو داخل شده. سال 1973 آن را با موفقیت ختم کرده است و برای خط وزارت مدنیت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به تئاتر دولتی اکادمی دراماوی به نام عبدالقاسم لاهوتی به کار رفته تا امروز در کار تئاتر و سینما نقش داشت. از سال 1996 آموزگار دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده بوده. از سال 2009 دوسنت وظیفه مدیر کاتدرای مهارت اکتیاری را به عهده داشت. شاگردانش در کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان، تئاتر لاهوتی، تئاتر اهارون کار کرده ایستادند. در مطبوعات گاه مقاله های مباحثوی و تحقیقاتیش چاپ می شدند. از جمله به آینده تور می اندازیم، چهره با آفرین، زینه های کمالات، تئاترهای خلقی را جانبداری باید کرد، تلاشی هستی، جوهر رنگ آبی و غیره. اهل ایجاد پرستیجی به پیوندان و اهل خانواده محروم اظهار تسلیت می کنند.